مقامات تاجیکستان میگویند سهمیه‌های راغون که در دست ساکنان است روز برایشان فایده می‌آورد. نمایندگان وزارت مالیه گفتند که حکومت این سهمیه‌ها را دیگر باره از ساکنان خواهد خرید. فایده تین میگیریم، نه تین ما هیچی طلبم نمیکنیم. ما امی اساسی نه که امی آباد شود وطن. بعد آینده به خیر میشود یگانچی. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان درباره سرمایه‌گذاری راغون گفت برای انجام ساختمان آن میلیاردها دلار دیگر لازم است. ما دایره زیاده از 4 میلیارد دلار آمریکایی برای انشاءات باید جلب نماییم. نیازمندی این انشاءات با جلب مبلغ‌ها هست. ما امروز با دیگر سازمان‌های جهانی هم برای جلب مبلغ‌های امتیازناک کاربری کرده ایستاده‌ایم. عین زمان ساختمان راغون از حساب پول یورباندهای ادامه دارد که تاجیکستان به مبلغ 500 میلیون دلار فروخته بود، اما بهره این قرضها کلان است و امکان دارد کشور آن را به آسانی پرداخت نتواند. مسئولین میگویند قرار بود 1 میلیارد دلار جلب کنند، اما تنها 500 میلیون دلار جمع آوری شده است. برای ادامه این انشاءات امسال از حساب بودجه کشور 2 میلیارد سومانی جدا شده است. گفته شنیدها امکانیت داد که ما تا 3 میلیارد جلب کنیم، لیکن هم قرض بیرونی ما، یعنی که قرضایی که مبلغ‌هایی که قبلا برای رشد اجتماعی اقتصادی کشور جلب شده بودند، یعنی که اون حدودهایی که ما در استراتژی اداره کنی قرض بیرونی پیش بینی کرده بودیم، خب امکان نمیداد که این مبلغ‌ها پاره جلب شوند. حکومت راغون را طرح حیات و ممات برای کشور نامیده است. قرار است تا آخر سال جاری چرخه یکمی آن به استحصال نیروی برق شروع کند.